خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. دوست گرامی پاتریس، خیلی ممنون، سنگ تمام گذاشتید با انبوه مدارک و نوشته های بسیار مفیدی که فرستادید. مدارک در مورد پارتی بازی های شیخ بری روحانی که نشون میده یارو هنوز راه نرسیده، همون بند و بساط احمدی نژادی رو راه انداخته. حتما در جای مناسبش استفاده خواهیم کرد. تعداد زیادی از دوستان متن صحبت‌های پسر احمدی نژاد رو برامون فرستادن که در جنگ درونی گرگ‌ها به طعنه و کنایه به رفسنجانی نوشته. آقا رفسنجانی یه انباری درست کرده به نام خاطرات امام دجالش که سر هر موضوعی میخواد بزنه تو سر خامنه‌ای یا جناح خامنه‌ای، یه خاطره رو اونجا میگیره رو میکنه و میگه که امام فلان موضوع رو هم گفته بودن. حالا پسر احمدی نژاد به اشاره بالاتریاش طبعا نوشته که از اون بزرگواری که گفتن امام با حذف مرگ بر آمریکا موافق بودن، خواهش میکنم هرچی از امام یادشونه همین الان بگن، وگرنه ممکنه چند وقت دیگه بشنویم که امام منظورشون این نبود که آمریکا شیطان بزرگه، فقط میخواستن بگن چقدر شیطون بلا هست این آمریکا. حسن هادی عزیز، تصاویر زیبایی که فرستاده بودی رسید، ممنونیم ازت. بهروز از ارومیه با اشاره به توهین رئیس فرهنگستان هنر آخوندی نسبت به مردم آذربایجان، انبوهی از سوابق ننگین این مهره رژیم آخوندی رو برامون فرستاده و همینطور سوابق توهین هایی که از اون خاتمی رئیس جمهور اسبق آخوندها در این مورد وجود داشته و همینطور ماجرای کاریکاتور توهین‌آمیزی که چاپ کرده بودن. بهروز عزیز ممنونیم ازت. بهترین پاسخ رو هم خودت داده بودی که مایه افتخار هست برای تک تک هموطنانی که به هر شکلی ایادی این رژیم بهشون توهین بکنن. جواب همگی هم در روز سرنگونی به صورت سرجم داده خواهد شد. تشکر میکنم از علی و فرید عزیز به خاطر شعرها و قطعات طنز زیبایی که برامون فرستادید. در فیسبوک پیک شادی ارائه خواهیم کرد.